اینمی هموطن ما خوش امی هر چی که خواست خوش برش بده خوش پیسه شما میتون شما میتین؟ امی هر چی که خواست برش بده بفرم بیا هر چی که گفت لیست کن هر چی که گفت در لیست بگی لیست بگیرم یا جدا کنم برش جدا کو باز در لیست میگیریم جدا اینمی دکان فکر کو از خودت است دیگه هر چی که امی هر چی که میگیری آزاد هستی برو بیا خوش برو فرمایش میده برش برو دیگه برو امی هر چی که میگیری نمیجا خب بنیدای عزیز باش که قطعی نفر کلان صحبت بکنیم سلام علیکم خوب هستین بخیر صحتمند خیر خیرت نامتان اسم جمشید است یکی از دکانداران شهر مزارش برسه قناتی زیر کابل بانک زنده باشین لالا جمشید امروز ما یک نفر آوردیم یه خب پیشتر گفتم هر چی که میخواید هم دکان بگیر پول شما میتونم اما خودش فکر کنم نتونست نمیتونه یعنی ولی نداره شما فکر کنین که به می چی کار است این چیزا رو میوید میگیری میوید میوید بر شما میتونم امی شما جدا کنین باز حساب میکنیم شما جدا کنین که فکر که به می چی کار است این یک پاکت برای سیمیان میمونیم خواهش سمیان بانین دمی جا بانین نه بان خودشان میفهمند نه خودشان یک پاکت برای یک کس دیگر رو جستاد که در جای خودتان کار بکنه یک پاکت سیمیان یک کس خواد درست یک پاکت یعنی یک دیت عجیب رئیس میگه خواه صحیح است من دیگه یک نخوتی وطنی بته برش یک نخودی وطنی بده برش نه دیگه بود اگه تا چاکلیت بده اگه کیلو چاکلیت هم یک تا مینو بته برش دیگه امو بسکیت و کیک نیست اونا رو هم بیار میرم بیا یک کیلو برش بسکیت اکات تول کنیم رنگا که برش خواه خب کشمیش هم نیم کیلو برش میتون باز کشمش سبز و از این بتن لالا جمشید این یک پاکت هم عجیب برش از این بتن یک نیم کیلو سعود لوله قیصری بته برش هم خب از این یک دانه بده برش از این یک دانه بده برش شما که انتخاب کردین بعد از شما باز من انتخاب میکنم برشان درست است بیارین نورم بیارین اینجا بانین ما با اجازه یک چند چیز دیگرم خودم انتخاب بکنم این چی هستی؟ الوای دو سوهان ایراتی است خب این دسترخوان مانده میشه صحیح دیگه سوهان از دیگه اونجا از خود ایراتی ها نفر آمدن نمیجا خب از هرات آمده برادرای ما نه نمیجا تولید میکنن خودشان ایراتی هستند دیگه بانم. دم سیستم مزه خود ایراتی را تهیه میکنن یک چیز باقی بان میره بانم اونجا خب از این ایران هم ده زینت دسترخوان رو یک چیز خوشبوره بانه مجیرم اورم بان از امی که کا بان از این که کا مانده از در سه نوش مانده کل رنگ خب شیرپیرم بگیر یک دانه شیرپیرم بگیر یعنی نخل خستم بگیر این شیرپیره رو بگیر خیر است اینی رو بگیر اینی دو دانه را بیاین کیک خو ندارین لالا جمشید کیسو چی بیم کارتنی برش بگیرم اگه کارتن کارتن او را از نمونهش گرفتیم اینجا است کیک بگیرین لالا جمشید کیک بیار کیک بیار بیا بچه جان این پرس خالی معلوم میشه اکثر ای نمیره بیار بیار این حال ماشین صاحبتان بگیرین ماشین صاحبتان بگیرین دیگه چی بگیریم برش بس است موقع ها بس است دیگه چیز جاندار هستی چند دو تا طفل داری خواه دارده بود طفلایش آورده خب دیگه چی دیگه دکان سعی کده کدام چیز دلت رفته ها امیوالی بگو نه امیوالی کلیس سرایت پیش خودت بادام از کدام بادام بیا تو سر بادام صرف دست بان بیا تو کدام بادام
ای بادام کدامش؟ همیشه خیر است، فرق نمیکنه، تو از قیمتش نترس. اینی هم بادام، اینجا بانم که نفته دیگه چی؟ خوب سعی کشارت را نه خود گرفتیم. دیگه چی مانده سعی کن. ایچ تو رسی؟ ایم است یعنی ایم است. ایره نگیرم؟ از پسته؟ اینم یک دانه پسته هم گرفتم. نه صحیح شد؟ یک تا آبادش بگی. اینه بس است؟ صحیح، زنده باشین. پنیدای عزیز اینمی که چیز خودش انتخاب، اگرچه خودش انتخاب نکرد، ما امروز همکاری کردیم، ولی 2 دانه قلم آخرش خودش انتخاب کرد. بیاین که یک حساب بکنم که چند شده. لالا جمشید ماشین ساتونه بگیرین، این را یک حساب بکنیم. مقصد ارزان حساب بکنیم که این سر ما مقدار است، سر کل ما مقدار، ارزان برش حساب بکنیم. حساب کرده او طرف بان چی رقم میشه؟ بگی تا پای مانده برو برشان. من میگم چیه که بگی؟ این 300 بادام بگی؟ 400 دیگه. استره بگی؟ 500 ارزان حساب کن. 1 کیلو میشه. 1 کیلو آشته بگی؟ 1 کیلو پوپره که بگی؟ 1 کیلو کاکاو بگی؟ 1 کیلو خرما. 1 کیلو خرما برای افطاری. 1 کیلو سرپا. 1 کیلو کشمش 150. 1 کیلو 250. 1 کیلو 50. 1 دروازه. 1 سوال 130 2 تا نخود. 130 روپیه. 1 150 روپیه. 180 روپیه. 1 سیمان هم 80 روپیه. چند شد؟ 3750 روپیه. 3750 افغانی برای برادر ما سودا گرفتیم که همین عید شما تو خوب عید باشه و از عید لذت ببرم. 1 2 3 4 چند شده بود؟ 3750. خود چند شما از ما باقی میشین؟ 2.5 ما رو پس بکنیم. دوست؟ بسیار زیاد تشکر لالا جمشید. قربانت بخیر. والی رو در چی میبری؟ در رکشا میبری؟ یعنی 100 روپیه کرایه رکشایت خواه؟ یعنی 250. یعنی 250 هم کرایه رکشایت. برو رکشا رو بیارم اینجا یا غلطه که بیار. اینجا امانت ماندگی است خواه. بیار از اینجا بار قرار ببر خواه. صحیح است؟ بخیر باشه. زنده باشه. بخیر باشه. پنیدای عزیز، در این شهر قسمی که ما پیشتر هم گفتم، همه کس میاد داخل شهر سودا میگیره، میوه خشک میگیره، ولی بعضی ها هستن که توانایی خرید نداره. من قسمی که پیشتر گفتم هر کس نصیب و قسمتش بود، هر کس که خداوند روزیش ساخته بود، ما او را میگیریم و همونطور سودا برش میگیریم، میریم ببینیم که کسی دیگه مستحق کی خواهد بود، کی طالبان خواهد بود که امروز در برابر مایک و کامره ما قرار خواهند گرفت و ما عملی را که با این برادر ما انجام دادیم با او هم انجام خواهیم داد. میریم بخیر.